سلام دوستان، من فرنازم. خیلی خوش اومدید به ولاگ دیگه با من. Az güzelleşmişsin. Baktım kapıdan geçiyorsun. Boş ver sen şimdi onu. Esir tuttukları kızı bize getir. Yok. Bize güven ne olur. Yaptığım tek şey okuma. Bilmiyor, dikkatli gelin ya. Bence o konuya hiç girmeyelim. Sana niye dizme takmıştım? امروز یک شنبه است، 21/6/2026 و من صبح بیدار شدم، یه سری از کارهای شخصیم رو انجام دادم، قهوه‌م هم خوردم و الان کلاً انرژی دارم به خاطر اینکه بتونم بقیه روز رو پیش ببرم و کارام رو انجام بدم. روزای یک شنبه رو من کلاً اختصاص میدم به خودم، یعنی فقط استراحت میکنم، حالا کارهایی که مربوط به خودم رو انجام میدم که بتونم برای هفته بعد خودم رو آماده بکنم، چون میدونید دیگه اینجا خیلی همه جورای بیزی و سرشون شلوغه و کلاً پرکارن و آدم باید یه مقدار به خودش هم زمان بده، استراحت بکنه تا بتونه به کاراش برسه و کاراش رو پیش ببره. به هر حال من دیروز با خودم فکر کردم که چی کار بکنم تا بتونم در کنار حالا کار روزانه‌ای که دارم و کارم و حالا درسی که در کنارش میخوام بخونم دوباره چی کار بکنم که همه این کارا رو بتونم پیش ببرم، مدیریتشون بکنم، حالا در کنارش هم بتونم ویدیو درست بکنم و برای یوتیوبم تولید محتوا بکنم.
این شد که فکر کردم خیلی خوب میشه اگر که من 6 روز از هفته رو، حالا هر روزی که فرصت کردم، ویدیو درست بکنم از کارهایی که انجام میدم و ولاگام رو در واقع 3 روز جلو ببرم. یعنی ولاگ هفتگی درست نکنم، به جاش ولاگ 3 روز از هفته رو درست بکنم که در کل 2 تا ولاگ میتونم توی هفته آپلود بکنم و حالا بذارم توی کانال یوتیوبم. و روزای یک شنبه در کنار کارهای دیگه‌ای که حالا دارم برای خودم، ادیت ویدیوهام رو هم میخوام اختصاص بدم به روزای یک شنبه، چون واقعا ادیت ویدیو اونم برای کانال یوتیوب خیلی زمان نیاز داره، خیلی طول میکشه و امیدوارم که بتونم پیش ببرم. امروزم قراره که یه ببربونگ و لبنسلاف درست بکنم. فکر میکنم رزومه میشه برای کار یا درس برای یکی از آشناهامون که بهش قولش رو دادم. پس بریم با هم دیگه امروز رو شروع بکنیم و کلی کار دارم برای انجام دادن که قراره بهشون رسیدگی بکنم. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دیروز خیلی سردرد شدیدی داشتم، یعنی هر کاری کردم خوب نشدم.
این شد که کلا کارم به آمبولانس و بیمارستان و اینجور حرفا کشید و تا ساعت 6 امروز صبح ما توی بیمارستان بودیم. به هر حال الان حالم خیلی بهتره و اومدم سر کار و دیروز کل روز رو ویدیوها رو ادیت کردم و آخر سر متوجه شدم که کادر ویدیو مناسب کانال یوتیوب نیست. یعنی انقدر عصبانی شدم. خب به هر حال خیلی براش زمان گذاشتم، یعنی تمام روز رو من فقط ادیت کردم و خب ادیت ویدیو هم خیلی زمان بره. حالا این شد که امروز تصمیم گرفتم دوباره ویدیوها رو ادیت بکنم و بذارمشون. الان اومدم سر کار، میخوام یه کوچولو از محیط کارم فیلم بگیرم. در حال حاضر من توی یه فارشوله کار میکنم به عنوان کار دانشجویی و حالا در کنار کار دیگم که قراره انجام بدم یه کار کوچولو دیگه هم انجام میدم که همین کار فارشوله است و همین. بریم با هم دیگه امروز رو شروع بکنیم. هدیه گوش کن. ببین تو امشب شاهد بودی. من خواستم آروم بگیرم این ماجرا بگذره، ولی هدیه از الان به بعد ببین من چه بلایی سر اون عماد حرومزاده و اون ابراهیم پیرسگ میارم. هدیه ببین یه آتیشی را بندازم جفتشون رو جزبانی میکنم. هدیه اصلا دیگه برام مهم نیست، حتی اگه به قیمت جونم تموم شه. سلام بچه ها. شدم میخوام برم سر کار و موهامم طبق معمول همیشه اصلا خوب نیست. کلا امروز خودم گود فولن نمیکنم، یعنی خوب احساس نمیکنم، ولی اینم آوتفیتمه. I'm not satisfied with my outfit of today.
نه آوتفیت امروزم خیلی دوست دارم ولی دیرم شده، آپشن دیگه این ندارم، پس بزن بریم سر کار. امروز سه‌شنبه 23/6/2026. امروز قرار روز شلوغ‌تری باشه چون قراره یه 2-3 تا ثبت نامی داشته باشم و اینکه این کارم هم یه کار خیلی کوچیکیه، خیلی تمام وقت نیست. همونطور که گفتم یه کار دانشجویی به حساب میاد، هفته‌ای 3 روز میام اینجا و همین دیگه. الان میخوام بهتون نشون بدم که توی کیفم چی دارم و چه چیزایی با خودم سر کار میارم. کیفم کوچیکه ولی توی همین کیف کوچولو کلی چیز میز جا کردم. اینکه خب کلیدمه، دستمال کاغذی، دستمال مرطوب برای تمیزکاری، دسینفکسیون میتل که نمیدونم ژل دست، سرم دست، آینه، آدامس sehr wichtig und richtig، اسپری دهان، لیپ گلاس و بالم لب. شاید این 2 تا دارم، نمیدونم، 2 تا آوردم. کیف پولم که خیلی هم توش پولی نیست، خالیه چون که اند دسمونات هست. عطر دوباره خیلی مهمه، لطفاً توی هوای گرم از دئو و عطر استفاده بکنید، با تشکر. شارژرم، دستمال روی توالت، چای و شکلات، پروتئین بار. همین. توی این کیف به این کوچیکی چقدر وسیله جا کردم و من امروز خیلی قراره سرم شلوغ بشه. این ژل دست از بالا خیلی خوبه، اگه دوست داشتید بگیرید. خیلی بیشتر میگردم دنبال اینکه طرف احساس نکنم که آدم گیر یا فریکی باشه. این خیلی بیشتر از هر چیزی تو من. فرمودین که ظاهر براتون خیلی فاکتور حائز اهمیت. ازتون خواهش می‌کنم که ظاهر مورد نظرتون رو بفرمایید.